تصور کن با سرعت نور پرواز کنی. بعد از 8 دقیقه به خورشید میرسی. 4 ساعت و 6 دقیقه بعد از کنار دورترین سیاره رد میشی. حدود 23 ساعت و 19 دقیقه طول میکشه تا به دورترین شیء ساخته شده به دست انسان، یعنی وویجر 1 برسی. خیلی فراتر از اون، بعد از 29 روز به یک ابر از توده‌های یخی برخورد میکنی و 1 سال و نیم طول میکشه تا ازش عبور کنی. 4 سال بعد از سفر، وقتی از کنار نزدیکترین ستاره میگذری، ناگهان چیز عجیبی میبینی. گویا وارد فضای خالی شدی. اونجاست که میفهمی منظومه ما درون ساختاری به نام حباب محلی قرار داره. حدود 100 سال بعد از مرز حباب رادیویی رد میشی، یعنی جایی که امواج رادیویی تمدن ما تا حالا بهش رسیدن. وقتی این فاصله رو با کل کهکشان مقایسه کنیم، فقط یه نقطه آبی خیلی کوچیکه. رسیدن به مرکز کهکشان 27,000 سال طول میکشه و برای رسیدن به اون سر دیگش باید 50,000 سال دیگه پرواز کنی. و اگه همینطور ادامه بدی و بری، بعد از 46.5 میلیارد سال تازه به لبه جهان قابل مشاهده میرسی و حتی اون بیرون هنوز نور هر چیزی که اونجاست در طول تمام تاریخ کیهان به زمین نرسیده. شاید اون موقع بفهمی اونجا چه خبره. ویدیوهای اسپیس تایم را دنبال کنید.